آیت 42 راه‌های خرج نمودن. از انس پسر مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که مردی از قبیله تمیم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده گفت: ای پیغمبر خدا، من مال و عیال و مهمانی زیاد دارم، پس مرا بگو که چگونه کار کنم و چگونه خرج نمایم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: زکات را از مالت ادا نما، زیرا آن پاکی است و پاکت می نماید. به خویشانت صله رحم نما و حق مسکین و همسایه و طلبندگان را بدان. روایت احمد.